این هم تبدیل موکاپات به موکاپات ناسوسی. اولین کار باید سوپاپ رو خود موکاپات رو باز کنیم تا بتونیم والفی که گرفتیم و با 2 تا اورینگ و 1 واشر و مهره خوب سرجاش ببندیم که هوابند بشه. مرحله بعد باید 1 سوراخ روی موکاپات بزنیم که بتونیم فشار سنج رو نصب کنیم. علامت گذاری که کردیم شروع میکنیم به درل کاری. فقط حواستون باشه موقع درل کاری دست و بالتون رو به فنا ندین. فشار سنج رو با 2 تا اورینگ و 1 مهره از داخل موکاپات محکم میبندیم که اینم هوابند بشه، چون اگه هوابند نشه عصاره‌گیریمون خیلی ضعیفه. خب کار درآمد. حالا باید قهوه‌مون رو تمپ کنیم، اونم چه تمپ خرکی، چون واقعا دستگاه فشارش بالاست. حالا در ادامه میبینیم. بعد که تمپ کردیم آبجوش رو میریزیم داخل موکاپات، کاپ قهوه‌ش هم میذاریم و میبندیمش و کار در اومد. حالا فقط مونده که چی؟ تلمبه بزنیم. ناسوس رو برمیداریم و